کسایی که سرمایه گذاری میکنن با پیسه کم هم میشه، با پیسه زیاد هم میشه. با پیسه کم چه رقم میشه؟ با پیسه کم کسایی کار میکنن 10% از سود شبانه کنار 50 یورو شد، 100 یورو شد و صبر داشته باشن و بعد از 8 سال 9 سال میبینن که واقعا تلاش و چیزایی که کردن واقعا یک سودی داشته برای تا اینکه پیسهش نقد خانه نگاه کنه و ترس و هراس داشته باشن. و هم تو کم 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 میتونی به یک سرمایه گذاری بلند برسی و پیسای خوب در جیب بزنید. او زیادی های نفرهایی که می و دروغ میگن، زیادیشان از پیسای دوزی مردم به یک جای رسیدن و خودتان کوشش کنید که از یا او طرف بکشین، خودتان به خودتان حساب باز کنید، به خودتان ارزایی را که میفهمید بخرین و صبر کنید. میشه کل چیز شدن. یعنی سعی که من خودم مثال کده را هستیم، هر روز صاحب کار با من میگه ای شد او شد، تحمل میکنم. اما میخوایم روزی بشه که از پیشی هم برم و ایره قول میدم که تا 8 سال 9 سال دیگه خلاص شود پیش از صاحب کار برم، فهمیده انشالله. و با خود کار شخصی داشته باشیم و میتونید فالو کنید، پسان سعی کنید که آیا ما این گپای من راست بوده یا نیست. هستیم در گپ زدن چیزی جور نمیشه، در عمل کردن و سعی کنید که من این عمل میکنم.